بسم الله الرحمن الرحیم. قاعده 71. تقسیم صفات الله سبحانه و تعالی به اعتبار معنا، یعنی صفات الله سبحانه و تعالی را تقسیمش به اعتبار معنا بفهمیم. صفات الله سبحانه و تعالی به اعتبار معنا به سه بخش تقسیم میشه. به سه بخش است. یکی صفات ثبوتی هست، دیگهش صفات سلبی هست و قسم سومش صفات اخباری. صفات ثبوتی و صفاتی را میگه که الله سبحانه و تعالی به خود او را ثابت کرده. مثلا در قرآن عظیم الشان ذکر شده، ثابت است. مثلا در احادیث ذکر است، هو الله الذی. مثلا در آیت قرآن میگه که الله لا اله الا هو الحی القیوم. این مثلا الحی القیوم صفاتی هستند که مثلا در قرآن عظیم الشان ذکر است. مثلا صفت رحمت الله سبحانه و تعالی و رحمتی وسعت کل شیء. اینی صفاتی که به اشکال مختلف در قرآن عظیم الشان ثابت شده، این صفات ثبوتی میگن. صفت رحمت است، صفت قدرت است، صفت جبروت، صفت ملکوت. این صفاتی هستند که در قرآن عظیم الشان و احادیث ثابت هستند. این صفات چی میگن؟ ثبوتی میگن. صفات که ثبوتی او است که برای الله سبحانه و تعالی او را ما و شما ثابت کرده میدانیم. چی معنی؟ یعنی ما این صفاتی که در قرآن هست به الله سبحانه و تعالی این صفات نسبت داده میشه. از همین خاطر ایره ما میتونیم برای الله سبحانه و تعالی او را چی کنیم؟ نسبت بدیم. این صفات ثبوتی هست، یعنی در قرآن و سنت ثابت شده و ما او را میتونیم که به الله سبحانه و تعالی نسبت بدیم. مثلا رحمت الله سبحانه و تعالی رحمان است، رحیم است، صاحب قدرت است. صفات سلبی کدام میگن؟ صفات سلبی صفات است که او را به الله سبحانه و تعالی نسبت دادن نمیتونیم. الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم الشان او صفات از خود نفی کرده، مثل لا تأخذه سنة ولا نوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. این سنه و نوم چی هستن؟ مثلا مقدمات خواب یا خواب گرفتن. اینی صفاتی هستن که سلبی میگن، یعنی الله سبحانه و تعالی اونا رو چی کرده؟ سلب کرده، یعنی از ذات با عظمت خود او را نفی کرده. یعنی الله سبحانه و تعالی این صفات چی کرده؟ نفی کرده. مثلا صفت سنه، مقدمات خواب، یا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. اینا اینجا وقتی که الله سبحانه و تعالی میگه لا تأخذه سنة ولا نوم، این دو صفت سنه مقدمات خواب و صفت نوم که خواب است، الله سبحانه و تعالی از ذات ذوالجلال خود ایره نفی کرده. در زبان عربی همین نفی سلبی میگن. صفات سلبی یعنی صفاتی که به جلال و عظمت الله شایسته نیست، الله سبحانه و تعالی او را نفی کرده از ذات با عظمت خود و ما نمیتونیم او صفات به الله نسبت بدیم. دیگر قسم صفات اخباری هست. صفات اخباری کدام یکی است؟ صفات اخباری صفات را میگن که خبر داده شده هست. یعنی اخبار مثلا در قرآن خبر داده شده، در احادیث خبر داده شده است. بعضی صفاتی هستند که او خبر داده شده است. مثلا صفاتی است مثل شیء، یعنی وجه، ید. این صفات اخباری میگن که این چی شده؟ خبر داده شده است. صفات ثبوتی صفاتی هستند که به شکل تفصیلی در قرآن عظیم الشان و سنت صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت گردیده است که به سه بخش تقسیم می شود: صفات ذاتی، فعلی و خبری. این بود قاعده 71.